سال 1920 به عبدالقادر محیدینов 4 اکتبر سال 1920. برادری عزیز میرزا عبدالقادر، مکتوب همراه میرزا روزی فرستاده اتان رسید. آدمانی که رفتنشان ممکن است، از ایشان طبیعی خدمت نمایان ممکن نیست. خودم بعد از تصفیه بعضی کارهای عائلوی به طریق تبریک بخارا رفته می آیم. از وجه آدمی کارکن بنده همراه سلیمان قلی به شما یک مکتوب مفصل نوشته بودم. امید است رسیده باشد. اگر نرسیده باشد همان مکتوب را طلب نموده گیرید. در آن مکتوب اسم چند نفر آدمان فعال ممتحن را، یعنی سنجیده شده و آزموده شده را نوشتم که ایشان را حکومت محلی مطلقا جواب نمی دهند. رفیق جان، من خیلی بیمار درونی شدم که با اندک تأثیر خارجی، مثلا با یگان خوراک اندک نافارم یا شمال تندتر، زود بستری می گردم.